اگر روزی سیاه داری، هزار فریاد و آه داری، بدان پشت و پناه داری، مشو غمگین خدا داری. ای بنده چرا ز این دنیا بخبری؟ ای بنده چرا ز این دنیا بخبری؟ شبهای دراز در طلب سیم و زری. سرمایه تو در این جهان یک کفن است. سرمایه تو در این جهان یک کفن است. آن هم به گمان است که بری یا نبری. آن هم به گمان است که بری یا نبری. سلام و درود به همه شما برادران و خواهران و همه مردمی که عین حال ما را تماشا کرده ایستادند. دوستانم، در این دنیا همیشه با صبر باش. هر یک ضیقی و خرسندی که از جانب پروردگار برای هر یکی ما و شما می شود، این عاقبتش یک کار خوبه هست. انشاءالله الله مهربان هر یکی ما رو می سنجد. این دنیا سر تا پا خودش سنجش است. باید ما به نزد الله و به نزد پیامبر رفتن رو همیشه باید آمادگیش رو بینیم. همیشه آماده باشیم که فردا ما می رویم و همون کفن رو حداقل صاحب شویم. به امید مال و ملک دنیا نشوید. همیشه نماز خونید، دعا کنید که خداوند هر یک ما رو شفاعت کند. السلام علیکم و رحمت الله. شبکه خزینه معرفت، نشیدهای بهترین، قرائتها با صدای قاریهای شیرین صدا، بهر ما و شما ای هموطنان عزیز.